کشیدن اسلحه حین کارشناسی برمیگرده به تایمی که سوار هواپیما شدم و نشستم روی زمین ساری و رفتم به سمت کافی شاپی که ویدیوهای اولیه ماکسیما که میخوام کارشناسی کنم و ببینم. بریم سراغش. اسلحه مهمی سینی عقبشم دارای خوردگی، این گلگیر توقش رنگ داره، کاپوت ماشین تعویض رنگ، روغن یک مقدار کم کرده، جنس روغن ضعیف بود. با استفاده از گوشی مکانیکی متوجه شدیم موتور پمپ نیست و روون جمع شده. توق این گلگیر هم رنگه و این قسمت هم صافکاری و سرقلم، اصالت اتاق، تایید سنسور محض معیوب و همچنین تسمه و هرزگرد نیازمند سرویس و جعبه فرمون و کارتل نشتی روغن. تستر واشر سالم، با ماشین دور زدیم، گیربکسش مرخص کامل، دیاگش هم خورد، افت قیمت اعمال شد. شامو زدیم بر بدن، بعدش با خریدار و فروشنده رفتیم لب دریا و کلی خندیدیم. اکبر جوجرم بازم زدم و برگردیم به سوی مشهد و ادامه فرایند ارتقاء این ویتارا رو توی پست بعد خواهید دید. با کیان کارشناس ماشینا رو بشناس.